سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز آماده شدم برم گروسری استور. گفتم شمارم با خودم ببرم، بریم ببینیم با هم دیگه چی پیدا میکنیم. این درخته رو ببینید چقدر خوشگله. این دوتا دسته گل پاییزی رو برداشتم با هم ترکیب کنم. اینجا هم که قسمت هالووین کندیه. ستابه اینجا هم خیلی دوست دارم، فقط سایز این شیشه واین رو در نظر بگیرید نسبت به شیشه های واین پشتی. ببینید چقدر بزرگه. اینم نسبت به جعبه های تخم مرغ میتونید ببینید. دیگه سر تا سر فروشگاه رو میبینید که آماده پاییزن و همه دکوراسیون پاییزشون رو گذاشتن. من در واقع امروز اومدم کیک بخرم چون تولد نیماه، فقط انتخابا خیلی زیاده. دارم به این کیک هویجه فکر میکنم. به نظرم خیلی فصلی و خوب باید باشه. یه خورده سایزش بزرگه. از این کیک های کوچکتر هم داره که 2-3 نفر است. این کیک کاپ کیک هم خیلی کیوتن. روش هم آردی هپی برثدی داره. خیلی کارو ایزی کرده. یکی دیگه هم این پشتش هست. اونم رنگشو من بیشتر دوست دارم. بذارید نتون نشون بدم. خیلی کیوتن. این هم که دیگه کاپ کیک خیلی کوچولوان. حالا بهتون میگم بین چی موندم. اینم خوشگله ولی خیلی بزرگه. این که روش آلردی هپی برثدی داره. این هم که اسلایسی نمیخوام. این هم زیادی بزرگن. انتخاباتمون بین اینایی که اینجاست میمونه. اینجا هم که بیشتر هالووین کندیه دوباره. جمع از این کیک پاپا هم میفروشن. جمع که سکشن دلی فروشگاهی که بیشتر پنیر و کالباس و سالامی و اینجور چیزا داره. اینجا تازه سوشی هم میفروشن. ببینید چقدر کیوت شد. روش هم دادم نوشتن. دیگه بریم خونه. اینم قسمت جلوی فروشگاه و دکوراسیون پاییزش توی سکشن واینه. بریم کم کم دیگه اینا رو پی کنیم و بریم خونه. اینجا هم که خودت میتونی اسکن کنی و پی کنی. Place your item on the belt. If you have your shopper's card, scan it now. خب من دیگه خریدامو انجام دادم، دارم برمیگردم خونه. اگه شد امشبم براتون ویدیو میگیرم، اگر نه فردا صبح میبینمتون.